سلام به همه بچه‌هایی که دوست دارن برق صنعت رو یاد بگیرن. آمدیم امروز ادامه کار رو توضیح بدیم که چیکارا باید بکنیم راجع به برق صنعت. میخواستم بگم امروز ما کلاً تو برق صنعت دو مدل کار، یکی برق قدرت، یکی برق فرمان. برق قدرت رو که اگه تو با یه دونه کابل خواسته بشه انجام بدی و سر موتور بیاری ساده میشه، یعنی از زیر کنتاکتور وصل میکنی به موتور. حالا چی سر موتور میخواد ستاره باشه، چی میخواد مثلث باشه، با یه دونه کابل اون قدرت که همون از زیر کنتاکتور میره به سر موتور اون میشه مدار قدرت. اما اگه خواسته باشی یه جوری دیگه موتورهای بزرگ رو اندازی بکنی، مثلا به حالت روش ستاره مثلث یا چپگرد راستگرد، مدار قدرتمون فرق میکنه، جدا میشه، بحثش کلا جدا میشه. به اینه که کابلامون زیاد میشه دیگه، اینجوریه. حالا ما اول اختصاصی پایش رو شروع میکنیم که شما زیاد خسته نشین، که فکر نکنین کارو یاد نمیگیرین. اتفاقا برق قدرت من جدا از این که درسش رو خونده باشم تجربی اول کار کردم، یعنی تجربی رفتن یاد گرفتم، بعد نه که تجربهش رو اول کسب کنم بعد درس خونده بشم. درسش رو خونده بودم ولی هیچ چی مثل تجربه نیست. یعنی اون درسایی که من خوندم تو مدار ستاره مثلث با این جایی که انجام دادم خودم به طبق تجربه انجام دادم خیلی فرق میکنه. حالا بریم سراغ مدار فرمان. مدار فرمان چیه؟ مدار فرمان همون مداریه که مثلا تو 3 تا کنتاکتور میخوای ستاره مثلث رو اندازی بکنی با مثلا سیم نازک مثلا 1.5 که تایمر رو تو مدار بیاری، تایمر رو از مدار خارج بکنی که مثلا چجوری از حالت ستاره بره رو مثلث. اون مدار میشه مدار فرمان. مدار فرمان اینجوریه. حالا تو به طبق کاری که میخوای انجام بدی، هر جایی که کارفرما میگه من میخوام مثلا یه کفکشی تو چاه بندازم، هر وقت چاه پر آب بشه استارت بخوره و هر وقت چاه پایین بره خاموش بشه، کفکشم خالی کار نکنه که بسوزه. اینجا تو واسهش چیکار میکنی؟ واسهش تابلو مونتاژ میکنی. تابلو مونتاژ کردن همون مدار فرمانه که مثلا یه فلوتر سراش بذاری، سرای تو چاه که هر وقت پر آب بشه فلوتر بیاد بالا استارت بخوره تا فلوتر بیاد پایین که سطح آب از کفکش بیاد پایین و فلوتر فرمان قطع مدار همین کفکش رو استارت قطع کنه که دیگه مدارمون از مدار خارج بشه و کفکش خالی کار نکنه که بسوزه. من الان که دارم فیلم میگیرم از محیط کارم فیلم میگیرم دیگه، اینجوریه. یا مثلا تو سالن‌های تیور مثلا جوجه اول که میارن تو سالن میذارن، نباید دمای سالن از 33 درجه بیاد پایین. و تو هم من خیلی اکثرا سالن‌های تیور رفتم دیدم اصلا حفاظتی که مدار اتوماتیک که مثلا از 33 درجه بیاد پایین، هیچ هشداری مثلا نصف شب اگه این اتفاق بیفته، مثلا هیتر یه اتفاقی براش بیفته و خاموش بشه، هیچ مدار هشداری اینا نداره. برای همین خیلی اتفاق افتاده که یارو اینقدر سرمایه گذاشته و سالنشو سرمایه گذاشته جوجه ریخته، اما به خاطر همین مدار فرمان همین هشدار نذاشته کلی خسارت بهش خورده. ولی ما میتونیم یه کاری انجام بدیم که هر وقت آیا مثلا هیتر اون از مدار خارج بشه یا مثلا به دلیلی استارتش به مشکل خورد و استارت نخورد و خطا خورد، دمای سالن از 33 مثلا ما رو 30 درجه میذاریم بیاد پایین و اون نیرویی که اونجا کار میکنه مثلا شب ساعت 2 شب 3 شب خوابه دیگه. من دیدم یه دونه نیرو گرفتن، یه دونه مثلا نیروی کارگر گرفتن و به خاطر همین که شب خواب افتاده کل جوجه های صبحش که اومدن دیدن سرما خورده و فخ گرفتن. من اکثرا همه کارامو تو سالن‌های مقداری انجام میدم، برای همین مدار هشدار. کلا
تمام ادارهای ما اتومات انجام میدیم. هر کی اگه من تو حوزه سبزوار نیشابورم کار میکنم، اگه خواستن با ما همکاری داشته باشن میتونن آیدی تلگرامم همین آیدی یوتیوب هم آیدی تلگراممه، به هم پیام بدین. حالا از بس خارج نشید. این مقدماتی بود. بعد من میخوام بدونم مثلا از کجا باید برق صنعت رو یاد بدم. آقا میخواین تابلو، من واسه تابلو مونتاژ تابلو میخواین استفاده کنین که تابلو اینجا انجام بدین. اگه میخواین طرز عملکرد کدوم وسیله برقی، مثلا کنتاکتور، کنترل بار، تایمر، کنترل فاز بار، اینا رو بهتون توضیح بدم، واسم کامنت بذارین و بگین چه چیزایی لازم دارین، تو چه مشکلی خوردین، تو کجا به مشکل خوردین، تو مدار قدرت، فرمان، هر جای مشکل خوردین به من پیام بدین و من فیلم‌های آموزنده‌ای رو واسه شما بسازم و بذارم. با تشکر از همه بینندگان، خیلی خوشحال میشم کانال منو حمایت کنین. من تازه شروع کردم، اگه منو حمایت کنین من بهترین نحو و رایگان، نمیگم چیزو کامنت کنین فلان، هرچی عشق خودتونه میتونین منو حمایت کنین، منو سابسکرایب کنین که من بتونم بهتون کمک کنم. خیلی ممنون ازتون و با فیلم بعدی ازتون خداحافظی میکنم. من هفته 2 بار فیلم میذارم. با توجه به پیچ کاریم و کاری که دارم اینجا انجام میدم نمیتونم حقیقت هر روز فیلم بذارم. کار اصلی من تولید محتوا تو یوتیوب اینا نیست، من سر یه شرکتی کار میکنم، برای همین باید حمایت بشم که بتونم بیشتر وقت بذارم، باید منو خوشحال کنم. خیلی ممنون ازتون، با تشکر. قد دیگه